آیا ممکن است که با عید سید فطر هم دیگر رو تبریک کنند یا اینش هم بدعت است؟ گفته سوال میدن. بله، به عید رمضان و عید قربان تبریک کردن هیچ باکی ندارد و این مذهب امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد، یعنی گفتند که تمام 4 مذهب یکدیگر رو روز عید تبریک کردن اجازت است، برای آنکه از صحابه ها حدیث ها آمده است، اثر آمده است که آنها همدیگر رو روز عید تبریک میکردن، میگفتند که تقبل الله منا و منکم، الله تعالی از ما و شما قبول گرداند. بنابراین تمام آن عالم هایی که الله تعالی به ایشان زبان صدق داده است از سلف امت و از معاصرین علمای متأخرین، همه گفتند که به روز عید همدیگر را تبریک کردن هیچ باکی ندارد. فقط امام احمد گفتند که من کسی را تبریک نمی کنم، لیکن مرا اگر اون کس تبریک کند جواب می گردانم در روز عید، یعنی در روز عید منظورشان. خیلی خوب.